در آخرین روزی بهار امسال من شالگو خوجا شما را از استودیوی مرکزی رادیو زودی از پراگ همراهی میکنم. درود بر شما. 15 دقیقه را در اختیار و این موضوع را در برنامه داریم. دمیتری مدویدیو با پرزیدنت تاجیکستان و دیگر مقامات بلندپایه در دوشنبه ملاقات کرد. شرایط مهاجران یکی از موضوعهای گفتگو بود. ما مسئله تمدید مهلت ثبت نام مهاجران تاجیک، ساده‌تر کردن دریافت پتنت کاری و مقام قانونی اعضای عائله‌های مهاجران کاری تاجیکستان در روسیه را بررسی کردیم. کمیته صلیبی سرخ کوشش دارد بین تاجیکان عضو داعش و پیوندان آنها در تاجیکستان رابطه را برقرار کند. و فوتبال دور از وطن هم فوتبال است. مهاجران کاری آرزو میکنند که از میدانهای غیر حرفه‌ای فوتبال به دسته‌های بزرگ راه یابند. من به دسته همون عادت کردم. اعضای دسته برای من همه‌شون دوست هستند. ما سالهای طولانی با هم هستیم. تاجیکستان از روسیه برای مهاجران تاجیک سبوکی خواست. این مسئله امروز در ملاقات امالی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با نخست وزیر روسیه دمیتری مدویدیو در دوشنبه بررسی گردید. نخست وزیر روسیه شب 30 می به دوشنبه آمد. او در نشست شورای رهبران حکومت‌های اتحادیه دولت‌های مستقل شرکت خواهد کرد. تا این لحظه ها دمیتری مدویدیو با هیئت تاجیکستان چند سند را امضا نمودند. شادمانی یتیم نیز در بوستانسرای حکومتی بود و تفصیلات را از او میشنویم. امضای 3 سازشنامه نتیجه ملاقات هیئت‌های تاجیکستان و روسیه بود. سازشنامه در ساحه زمین، ضد انحصاری و معارف پس از واخوری دمیتری مدویدیو با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان و هیئت‌های هر دو جانب حاصل شد. جانب تاجیکستان و روسیه درباره رشد همکاری‌های اقتصادی، آب و انرژی و معارف و فرهنگ گفتگو کردند. رشد همکاری‌ها در ساحه معارف از دیگر مسئله‌های محوری این ملاقات بود. جانب‌ها درباره فراهم آوردن شرایط آموزش زبان روسی، جلب جوانان تاجیک به دانشگاه‌های روسیه و افزایش شماره مکتب‌ها با زبان روسی در تاجیکستان گفتگو کردند. رئیس جمهور تاجیکستان خواسته است جریان ساختمان 5 مکتب روسی از طرف مسکو تیزانده شده تعداد زیادتر معلمان روسی به تاجیکستان فرستاده شوند. ما با طور مفصل درباره مسئله های کلیدی صحبت کردیم. ساحه معارف همانا در مد نظر ما است. برای سال تحصیل امسال 618 بورسیه برای داوطلبان تاجیکستان جدا شده است. ما برای فراهم آوردن شرایط به مکتب‌های روسی کوشش داریم. از سپتامبر همین سال باز 50 آموزگار زبان روسی را از فن‌های گوناگون به تاجیکستان می‌فرستیم. روسیه یکی از مهمترین شریکان اقتصادی تاجیکستان به شمار می رود و سهم روسیه در تجارت خارجی تاجیکستان 23.6% را تشکیل داده است. در 3 ماه اول امسال میزان تجارت بین دو کشور به 207.1 میلیون دلار آمریکایی رسیده است. وضع کار و زندگی مهاجران تاجیک در روسیه یکی دیگر از مسئله های ملاقات امروزه بود. همچنین درباره وضع مهاجران تاجیک در حدود روسیه صحبت کرده شد. جانب‌ها درباره اصول‌های آموزش، مهلت به قیدگیری و ساده کرده گرفتن پتنت صحبت کردند. همچنین مسئله حقوق اعضای عائله مهاجران و به تحصیل فرا گرفتن فرزندانشان تاکید کرده شد. دمیتری مدویدیو نخست وزیر روسیه شب 30 می با سفر رسمی به تاجیکستان آمد و در چهارچوبه سفرش در نشست شورای رهبران حکومت‌های کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در دوشنبه اشتراک می‌کند. شادمان یتیم، آزادی دوشنبه.
کمیته امنیت ملی تاجیکستان گروهی را دستگیر کرده است که به فروش غیرقانونی سیمکارت‌ها مشغول بودند. 5 نفری دستگیر شده در یک سال اخیر به شهروندان افغانستان 3,500 سیمکارت فروختند. کمیته امنیت ملی بازداشت‌شده‌ها را به آن ابدار می‌نماید که با چنین عمل برای صادر کردن عمل‌های تروریستی و جنایی مساعدت کردند. دادستانی تاجیکستان بر ضد این 5 نفر پرونده جنایی باز نموده است. به آنها جریمه‌های بزرگ و یا تا 5 سال زندان تهدید می‌کند. رو می‌رویم به موضوعهای دیگر. کارمندان اندوز در شهر دوشنبه معرکه تفتیش صنعت‌های اوستاهای تعمیر خانه‌ها را براه ماندند. ناظران اساساً به بیناهای نوساخت سر می‌زنند که اکثر اوستاها معمولاً در چنین بیناها مشغول تعمیر می‌باشند. طلب ناظران از اوستاها داشتن پتنت است. اگر پتنت نباشد هم خود اوستا و صاحب خانه را می‌توانند جریمه بندند. همکارم عبدالله شروف به تحقیق این موضوع مشغول بود و حالا در استودیو با ماست. عبدالله سلام. برای ما بگویید که ناظران اندوز در کدام اساس اوستاها و صاحب خانه ها را جریمه میکنند؟ سلام شهلا. در اساس قرار حکومت تاجیکستان یعنی اوستاهای تعمیر خانه های شخصی برای انجام دادن این فعالیت باید حتما از اداره اندوز پتنت بگیرند. اندازه پتنت اوستای تعمیر خانه در عین حال 120 سومانی مقرر شده است. هرچند این مبلغ چندان زیاد نیست، اما اوستاها با گرفتن پتنت موظف می شوند که هر ماه این مبلغ را به اداره اندوز سپارند وگرنه جریمه می شوند. اما چند از اوستاهای تعمیر خانه که با ما هم صحبت شدند میگویند آنها کاری دائمی ندارند و از این رو درآمدشان نیز دائمی نیست. هرگاه از سوی شخص برای تعمیر خانه فرمایش گرفتن فایده به دست میآورند و در غیر صورت ماهها بیکار و بی درآمد میمانند. خب اوستا معلوم شد عبدالله، چون برای کارش پول میگیرد، اما صاحب خانه ها را برای چی جریمه میکنند؟ برای آن که شهلا ناظران اندوز از صاحب خانه ها نیز طلب دارند تنها اوستاهای را کرا کنند که صاحبی پتنت هستند. قبل از شروع تعمیر با آنها شرطنامه بسته حجم خدمت رسانی آنها را نیز تعیین کنند. از این رو آن ناظران اندوز از صاحب خانه هایی که اوستاهای بی پتنت را به تعمیر خانهشان جلب کردن نیز جوابگر میکنند و میتوانند آنها را نیز جریمه کنند. یک پهلوی دیگری مسئله، چرا ناظران اندوز بیشتر در خانه های نوساخت این طلبات رو جدی گرفتند عبدالله؟ ببینید شهلا، در تاجیکستان منزل های زیست در در بیناهای بلند آشنا معمولا در شکل نیم تیار بدون تعمیر داخلی فروخته می شود. یعنی داخل خانه بجز از دری درآمد و تریزه های بیرونی چیزی ندارد. از این رو صاحب ملکان پس از خریداری خانه به تعمیر آن می پردازند، شروع از نصب سقف و فرش تا تعمیر حمام و جهاز آشخانه. و تعمیر خانه البته کار پرخرج است. این البته وابسته به ذوق صاحب خانه است و از 3 تا 10 هزار دلار میتواند خرج داشته باشد. اما اگر صاحب خانه اوستای بی پتنت را به کار جلب کند، آنگاه باز مبلغ جریمه نیز ضم میشد. تشکر عبدالله. در شمال تاجیکستان پیوندان و کارمندان پلیس دختر خردسال ناپدید شده را جستجو دارند. حالا شما عکس او را میبینید. فاطمه خالبوی و 5 ساله است و صبح 27 می از خانهشان برآمده بیدرک شده است. خانواده فاطمه در 15 کیلومتری شهر خوجند زندگی میکنند. اگر شما بیننده عزیز در رابطه با فاطمه معلوماتی داشته باشید، لطفاً با پیوندانش تماس بگیرید. ما برنامه خبری را ادامه می‌دهیم. در برنامه‌های گذشته ما درباره مریم شوی و دختری 10 ساله توجیک برای شما گزارش پیشکش کرده بودیم که با کمک کمیته صلیبی سرخ از پناهگاه در بغداد به وطن آورده شد. از زمان پیدایش گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی بیش از 1000 ساکن تاجیکستان به میدان‌های جنگی عراق و سوریه رفتند. سرنوشت تعدادی از آنها تا به حال معلوم نیست. کمیته صلیبی سرخ همراه با جمعیت هلال احمر تاجیکستان تلاش دارند برای برقرار کردن رابطه‌های این شهروندان با پیوندانشان در تاجیکستان مساعدت کنند. دیگر دولت هایی که عین زمان در آنجا جنگ رفته ایستاده است، مناقشه ها رفته ایستاده است، مثلا گیریم سوریه و عراق. کمیته بین المللی صلیب سرخ در تاجیکستان میگوید دوام یک سال اخیر ده ها پیغام تاجیکان عضو سازمان ممنوع دولت اسلامی و خانواده آنها را به پیوندانشان در تاجیکستان رسانیده است. آنها میگویند که مثلا همراه دخترشان، پسرشان 2-3 ماه پیش یا که 6 ماه پیش یا که 1 سال پیش در علاقه بودند. سراغ آخرین آنها سوریه یا که عراق بود. بعد ما همه این معلومات رو میگیریم. همکاران ما در آنجا با محبس خانه ها کار میکنند، با لاگرها کار میکنند که در آنجا زنای کودکای تاجیک مثلا اگر باشند آنها به قید میگیرند و با اجازت همین اویله ها، اگر این اویله ها اجازت دهند به ما معلومات رو میرسونند.
این سازمان برای نفرانی که پیوندانشان در کشورهای جنگزده مثل عراق قرار دارند صحبتی ویدیویی تشکیل می‌کند. با کارخانه ما می‌آیند، ما با آنها تشکیل می‌کنیم اگر در مثلا جای‌های باشند که همین کار را ما اجازتی به انجام رسانیدن داشته باشیم ما تشکیل می‌کنیم. اگر که نیچ خیلی که گفتن پیغام‌های صلیب سرخ همون مکتوب‌هایی که کشاده هستند و فقط برای خبرهای اویلوی پیشنهاد کرده می‌شوند آنها پر می‌کنند و ما در اینجا به اویله‌ها می‌رسانیم. تا امروز کارمندان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از چندین شهروند تاجیکستان که در سوریه و عراق بی‌درک شده بودند خبر آورد. زهرا خوجایeva ساکن 29 ساله شهر دوشنبه و کودکان او از یک اردوگاه بغداد عراق یکی از آنها بوده است. در 2 سال اخیر به هلال احمر یکی از سازمان‌های شریک و همکار صلیب سرخ در تاجیکستان 181 خانواده برای پیدا کردن نزدیکانشان مراجعت کردند. اونها بسیارشون نمیدونن که مثلا فرزندان اونها در سوریه هستند، چون که اون شخصانی که به گروه های افرادی مثال پیوست شدن آنها نه تنها از جمهوری تاجیکستان بلکه آنها از فدراسیون روسیه از بس که وایشیدگی هم به ما و یا از همین لحاظ بیشتر مادران آنها درباره فرزندشون که گویا شنیدن در سوریه هستند که دربارهشون یگان معلومات ندارن. مقامات تاجیک میگویند از سال 2014 بیش از 1100 شهروند این کشور به گروه‌های افراطی در عراق و سوریه پیوستند. از آنها فقط حدود 100 نفر با اختیار خود به وطن برگشتند. تا شروع جام جهانی فوتبال در روسیه روزهای به شمار مانده است. در این بازی‌ها بهترین تیم‌های جهانی و اسطوره‌های فوتبال با هم روبرو می‌شوند. شرکت در چنین سبقت‌ها آرزوی مهاجرانی هم هست که سالها در روسیه کار می‌کنند. برخی از آنها با دست دادن خردترین امکانیت در دسته‌های غیر حرفه‌ای فوتبال نیروی بازیگری خود را می‌سنجند. جزئیات در گزارش کیومرزی‌عطا. مهاجر ازبک رستم مصطفی ساعت‌های طولانی بین زمین و آسمان دیوار و ترازه‌های بناهای بلند آشیانه سنت پترزبورگ را پاک می‌کند. بعد از کار این مهاجر 34 ساله به وعده‌اش وفا کرده به قوه آزمایی دسته ماکسیما می‌پیوندد. این دسته فوتبال سال 2007 در شهر سنت پترزبورگ تشکیل شده مهاجرانی را که با مشکلی در جامعه معاصر جای خود را پیدا می‌کنند به هم آورده است. مصطفی قلوف میگوید زندگی در روسیه برای یک مهاجر خیلی دشوار است، زیرا روس‌ها اکثرا مهاجران را با اشغال جایهای کاری مردم محلی متهم میکنند. برای رستم دسته ماکسیما مثل عائله است. من به دسته همون عادت کردم. اعضای دسته برای من همه‌شون دوست هستند. ما سالهای طولانی با هم هستیم. رستم 3 فرزند دارد و در ازبکستان فوتبال باز کسبی بود. او سال 2012 برای مهاجرت کاری به روسیه آمد و به دسته ماکسیما پیوست. پایه‌گذار و سرمربی دسته ماکسیما بختیار یوسفوف هم مهاجر کاری از ترکمنستان است. او میگوید این دسته فوتبال بازان به اصطلاح غیر حرفه‌ای را با آن هدف تشکیل کرده است که هر عضو آن خود را برابر با دیگران حساب کنند. ما می‌خواهیم هر کسی که در دسته ما فوتبال می‌بازد خود را شهروندی برابر حقوق. تیم ماکسیما از شهروندان ازبکستان، ارمنستان و کشورهای افریقایی مالی، کامرون و مصر عبارت است. سال گذشته در مسابقه دسته‌های غیر حرفه‌ای سنت پترزبورگ جای 4م را اشغال کرد. عضو مصری این دسته محمد حافظ در وطنش به خانم روس ناتالیا دل بسته از پس او به روسیه هجرت نموده است. او آرزو دارد که روزی مثل هموطنش ستاره دسته فوتبال لیورپول محمد صلاح در پرمیر لیگ انگلیس هنرنمایی میکند. حافظ دودل است که هنگام قوه آزمایی روسیه و مصر در جام جهانی فوتبال از کی پشتیبانی کند. برایم خیلی مشکل خواهد بود که هوادار روسیه شوم یا اینکه مصر. امیدوارم که هر دو دسته به دور بعدی جام جهانی راه خط میگیرند. امیدوارم که روز من هم به دسته مصر شهرت جهانی خواهم آورد. با امید که آرزوی همه مهاجران عملی شود ما برنامه امروز را انجام میدهیم. برای دریافت خبر و گزارش‌های از این بیشتر به سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی بروید. www.azadi.org. صفحه‌های ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال است و کانال ما در یوتیوب آزادی ویدیو نام دارد. از همراهیتان سپاسگزاریم. روز خوب داشته باشید. وقت نگهدار.